شکست خورد در ولایت سوخت از دسته استرافشان و دسته فوتبال دسته مذکور نشان داد. چون هر وقت دسته خوجند امکانیت دارد تا پس از بازی امروز باز هم موقع خود را در جدول خوبتر سازد. بازی آغاز یافت با رحمت‌الله سیدов دلیریادگورov دلیر با داخل جریمه گل وضعیت بهتری گلزنی ضربه و اکنون تو به دروازه وارد می شود. گل خیلی زیبا را به ثمر می رساند دلشاد بازارov. حساب بازی بعد از این حالت 0-1 می شود. دسته خوجند در نهایت کار با زدن گل دست می یابد. این کار را دلشاد بازارov می کند و اولین گل در رفت رقابت امروزه در دقیقه 60 میدانداری زده شد. از کنار پرتافت اولیتانی را اجرا کرد دلیریادگورov. بارگر توجه میکنیم اینجا حالت نوازی نیست. از بالای دروازه‌بان توپ را به دروازه وارد میکند. دو نفر دفاعگر دسته فیضکن اینجا بسیار مبارزه ضعیف نشان دادند. هر دو لیگنر اینجا قرار داشتند و هر دوشان تنها تماشا کردند که با کدام اصول توپ را به دروازه وارد میکند دلشاد بازارov. حساب بازی اکنون 1-0 است. باید گفت که بازیگران دسته خوجند ارزنده بودند تا همین گل را به ثمر برسانند. برای همین گل بازی کردند. پرتافتیو و همین طریق دوور صدای خیش را بلند میگرداند. دوستان ارجمند با حساب 1-0 بازی به انجام رسید. دسته مهمان توانست غلبه خود را به دست آورد. دیدار بازی خود را با خلقان برگزار کرد. این بازی را با شما من گلروز خودم نظرزاده تماشا کردم. فیروز بختی بیکوف تا بازی نوبتی با شما خیر خوش میکنم. خیر تنصیحت و خانه باشید.